بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. قرآن کریم سراسر به توحید توجه فرموده است. اگر کسی عرفان حقیقی بخواهد، قرآن که موحد کیست، توحید چیست. عرفان هم بحثش اینه که توحید چیست. بزرگان و عرفا و به زبان شعر و نثر که این مطالب رو بیان کردن استفاده و استنباط از قرآن کردن. قرآن کریم می‌فرماید هو الاول و الآخر و الظاهر و الباطن. اول اوست، آخر اوست، ظاهر اوست، باطن اوست. هو الاول و الآخر. نفرموده هو الاول و هو الآخر. اولی که آخر است و آخری که اول است، ظاهری که باطن است و باطنی که ظاهر است. اولی که اول ندارد فقط خداست. آخری که آخر ندارد خداست. ظاهری که باطن است خداست. هر ظاهری باطن نیست و هر باطنی ظاهری. هو الاول و الآخر و الظاهر. قرآن کریم کلام الهی خدا را به این جور معرفی می‌کنه که خود خدا دلیل خودشه، خودشه. اون وقت اینجا می‌فرماید که آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از وی رو متاب. وقتی ما آفتاب می‌خوایم بشناسیم تماشای آفتاب می‌کنیم دیگه، نمی‌خوایم از سایه به آفتاب بریم، بلکه از آفتاب به سایه باید بریم. خود نباشد آفتابی را دلیل، جز که نور آفتاب مستطیل. سایه که بود تا دلیل او بود. این بس استش که دلیل او بود. ما از سایه که نمیتونیم به آفتاب ببریم، باید از آفتاب پی به سایه ببریم. علی غیر که ظهور حتی یکون هو المظهر لک. ظهور و بروز همه چی با اوست. اگر ما ادله هم میآوریم، اون ادله در واقع تنبیهاتی است که فطرت انسان را بیدار کند و متوجه بشد که غیر از اون نیست. مثل کسی به کسی میگه که مگه تو خودت نیستی، انسان متوجه خودش میشه. مگر روز نیست، متوجه به روز میشه. از همه چی روشن‌تر خدای تعالی است. الله نور السماوات و الارض. خدا نور است، خدا نور است، نور ظاهر است و مظهر. همه چی در پرتو او ظهور و بروز دارد. ما ببینیم دلیل یا من دل ذاتو به ذاته، خودش دلیل خودشه. آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از وی رو متاب. خود نباشد آفتابی را دلیل، جز که نور آفتاب مستطیل. سایه که بود تا دلیل او بود. این بس استش که دلیل او بود. بله، سایه در پناه آفتاب روشنه، ولی ما با سایه آفتاب رو نمیشناسیم، بلکه با آفتاب سایه رو میشناسیم. ما باید با خدا همه چیز رو شناسیم، با خدا رو بشناسیم، نه اینکه با اشیاء دیگر. اشیاء دیگر پرده است، اینا حجاب است. لا تحتجب عن العباد. تو در حجاب نیستی، ولکن تحجب اعمال و اعمال اعمال قلبی همین خودبینی، خود بزرگبینی، حسادت، تکبر ردای خداست. امام باقر علیه السلام والله المتکبر ینازع رضا الله. کسی که متکبره با خدا جنگ داره، چون یک لباس روحانی کسی بدزدد بره دزدی کنه، این جنگ با روحانیته. کسی بیاد لباس خدا رو، لباس تکبر، این تکبر نمیگذاره آدم بفهمه. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون. کسانی که تکبر میورزن اصلا نمیگذارم آیات مرا بفهمن، چون خودپرستی و خودخواهی و خود بزرگبینی بزرگترین پرده و حجابی است که انسان نمیتواند حقایق را ببیند. اگه این نباشه، اگه خودبینی نباشد، انسان خدابین میشه و این است سعادت انسان و این است کمال انسان. و باید در این زمینه سعی کرد و تلاش کرد و بالاخره التماس و توسل و توجه و متوجه و منتظر عنایات الهی که کار به عنایت پیش رود. همتم بدرقه راه کنی طایر قدس.
که دراز است راه مقصد و من نو سفرم، سفر الالحق تمام شده نیست. منتها بعضیا یه مقداری عبادت میکنن و کاری خوب میکنن و بعد میان تو اجتماع و با همون یه مقدار نورانیتشون هم خودشون رو گرفتار میکنن هم دیگران را. سفر الالحق تمام شده نیست، باید با خدا آشنا شد و تخلق به اخلاق الله و به مقام بقا رسید که بتوان انسان تذکیر خلق هم باشد. خدای تعالی ما را به حقیقت توحید برساند و ما را با معارف قرآن آشنا کند و تا میتوانیم باید صلوات و درود بفرستیم بر روان پاک انبیا و اولیا و انبیا به خصوص پیامبر اعظم که حامل قرآن کریم بوده که ما را با کلام خدا به معارف و مقاصد بلند برساند و این است سعادت انسان و جز این نیست. جز این نیست، راه دیگه نداریم. راه خداشناسی باید طی شود تا انسان کامل بشیم و انسانیت، اساس انسانیت همین توحید است و ولا غیر. خداوند علی اعلی و همه ما توفیق عنایت کند که موحد باشیم و خداپرست. بعضی ها میپرسن چطور حضور قلب پیدا کنیم؟ حضور قلب تا انسان موحد نشد حضور قلب پیدا نمی‌کنه. میگیم باید تلاش مذبوحانه کنیم، تلاشی کنیم، همین دستوراتی که دادن نماز بخونیم، توجه کنیم و این کلمات، این اعمال را توجه کنیم تا اینکه ملکه بشه، حال پیدا بشه، ملکه پیدا بشه، یواشاش موحد بشیم. وقتی موحد شدیم همه زندگی ما میشه حضور. حضوری گر همی خواهی از او غایب مشو حافظ، متا ما تلق من تهوا دع دنیا و احملها. خدا من توفیقات شما. السلام علیکم و رحمت الله.